بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است و چون در برنامه‌های پیشین گفتیم داستان‌های شاهنامه یکی از اثرهای بهترین برای آدمیت شناخته شده است، زیرا ابرازهای پیشنهاد شده در بخش وطنداری و جوان پهلوانی و دیگر بخش‌هایی که در این داستان‌ها ثبت شده‌اند یکی از بهترین چهره‌های قهرمانی انسانیت را برای زمان امروز و فردا معرفی کرده می‌تواند. و امروز ما می‌خواهیم صحبت داشته باشیم بابت داستان رستم و سهراب. مهمان ما هستند شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی، استاد اسکر حکیم. شما رو به برنامه خیر مقدم میگم. سلامت باشید. تشکر. خوب استاد، داستان رستم و سهراب یکی از داستان پرسر و صدا و یکی از داستان‌های مرکزی کتاب بیزوال شاهنامه هست و می‌خواهم همینجا از همین ابراز رستم آغاز کنیم صحبت را، چون که این شخصیت همچون یکی از قهرمان اصلی شاهنامه شناخته شده است. مقصد از انتخاب همین گونه یک ابراز در حیات شاعر و حیات ادبی همان زمان دیروز و امروز از چی عبارت بود استاد؟ یادتان میآید که خب وقتی با سهراب رزم میکند در روز سیوم، در روز پس از روز دیوم الکی میبیند که این جوان از او نیرومندتر است، پرقدرتتر است. خب به همین حالت امروزش نمیتواند قریب که بر سهراب خب غلبه کند. بعد نیایش میکند از خداوند، میگوید که قدرت پیشتنی من برگردان. همچنانی که پیشتر نقل میشد رستم به اون درجه پرقدرت بود که اگر راه میرفت در زیر پایش سنگ ها خب فرو میخوردند و پایش در سنگ ها فرو میرفت و او به سختی راه میرفت. از خداوند وقتش خواسته بود که یکی کمتر قدرتی ما را کمتر کن که من سنگ ها را خم نخورنده راه گشته توانم. راه گشتن برای من مشکل است و یکی کمی قدرتی او را خداوند گرفته بود و وقتی که میبیند شاید به سهراب ظفر کرده نتواند، میگوید که اون قدرتی پیشینی من برگردان. وقتی که برمیگرداند البته دیگر خب به رستم برابر میآمدگی پهلوان نمیماند. بنابر همین میبینیم که فردوسی در همه حالت در پشتیبانی رستم است. همچنین همین صحنه داستان رستم با سهراب از فاجعه ناکترین داستان هایی است که در ادبیات بشری جای دارد. این داستان به آب چشم خواندن امکان ندارد. 100 بار خوانید 100 بار با آبی چشم میخوانید، زیرا اون صحنه ها به همون فاجعیت و نشان داده میشوند و از دو جانب، هم از جانب رستم و هم با بیشتر از جانب سهراب، ببینید مهربانی، محبت، شفقت قربان می شود که اونها همدیگر در نمیابند، نمیشناسند. و در آغاز داستان هم فردوسی میگوید که کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو. از همین یک بیت الکی معلوم است که به چه درجه این داستان عالی است و در دوامش میگوید که یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. انا در همین جا الکی اشاره نازک میکند که شما اونهایی که دلتان نازک است شاید به منظوری من پی نبرید که من برای چی رستم فاتح میکنم. شاید شما دلتان به خشم میبیاد که چرا اون پسرش را به این حال آورد. هرچند سهراب بارها تاکید میکند که بیا خوب صلح کنیم، چند بار میپرسد که آیا تو رستم نیستی؟ رستم نمیگوید من نیستم، یکی از جنگاورای رستم هستم. ببینید بنابر همین در همین حرفی که میگوید دل نازک از رستم آید به خشم، الکی موقع فردوسی آید بر رستم عیان است. میگوید هرچند خشم شما میبیاید اما او باید ظفر کند، چون که اون نمادی شاهنشاهی ایران است. بنابر همین خب در همه حالت ها فردوسی جانبدار چه است؟ رستم هست. و اگر برگردیم به صحبت درباره
داستان رستم و سهراب و اون صحنه هایی که تصویر می شود در ادبیات جهان نظیر ندارد. در ادبیات بدیعی می شود حالت هایی که کس از ناچاری، از ناتوانی مثلا یک آدم اشکش می بیاید، اما اینجا اینطور نیست. ببینید دو نفر که مثلا نماد پهلوانی هستند و هر دویش هم نماد مثلا قهرمانی، فداکاری برای خب وطنش هست، به همدیگر نشناخته مبارزه میکنند. اینجا یک نکته نازک هم هست. نکته نازک در این است که اینها هر دویشان هم فریب شاهان فریبگر میخورند. سهراب را افراسیاب فریب میکند، اون میدونست که اون پسری رستم است. کسانی میفرستد همراهش که هرمان و بارمان که اونها میشناختند رستم، نگذارند که سهراب کی بودنی رستم را در میدان حرب فهمد، شناسد. بنابر همین از یک جهت هر دو اینها باز قربانی مکری شاهانی بیخردی زمان خود میشوند. و در اینجا یک نزاکت دیگر هم هست. نزاکت دیگر این است که اگر یاد داشته باشید، سهراب وقتی که از مادرش میپرسد که پدری من کیست، کلان شدن بعد تخمینه نقل میکند، میگوید که لیکن تو اینه به هیچ کس نگوی، مخصوصا افراسیاب نفهمد، که اگر او فهمد که تو پسر رستم هستی البته به تو زیانی میرساند، شاید تدبیری جوید که تیر نابود کند. واقعا همین طور میشد. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پوری گوی پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نامور گوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید، سوار چو رستم نیامد پدید. اما جوانی و خروش و افتخار و زورمندی بر سهراب غلبه میکند. میگوید که افراسیاب کی است وقتی که من اینجا پسر رستم باشم و رستم پدرم باشد، ما دو جهان پهلوان، اون کی است که در نزد ما مثلا بر ما زور آورد تا اون شاهنشاهی کند؟ با اون بیخردیش میگوید من میروم اول ایران ضبط میکنم، میگوید ایران پدرم مییابم، پدرم یافته ایران، تخت ایران به میشنانم و از اونجا میبیم و افراسیاب به سرش میگیرم و هر دو مملکت یک کرده میگه پدرم به میدیم. ببینید در اینجا خب از روی جوانی، از روی این قدرتی که دارد، بر چیزی که براش ممکن نبود دست دراز میکند. از نظر فردوسی جای شاهان باید به شاهان باشد و هیچ طبقه دیگری نباید جای اونها را گیرد. بنابر همین و دوم سبب هلاک شدن سهراب در جنگ رستم همین هم هست. یکمش البته خیانت و حیله‌گری و مکر افراسیاب و دومش این که نباید مثلا دعوا میکرد که من مثلا ایران میگیرم و به پدرم میدیم. حالا اینکه خود رستم چندین بار امکان داشت خود تختش ایران بشیند، اما خودش هم در صحبتش میگوید که من نشستم. به کاووس میگه که من توی آورده اینجا شناندم بالای تخت، وقتی که قیقباد آوردم و بعدا تو پسر همون که میگه من توی در اینجا شناندم. بنابر همین ببینید در اینجا فردوسی بسیار هم به ملاحظه عمل میکند، هم خب طینت شاهانی بدگوهر را در صورت افراسیاب نشان میدهد و هم تاکید میکند که نظرش همین گونه بود. این خب دیگر نظری عصر میانه است که هر طبقه در جای خودشان باشند، در جای خودشان باشند. و همچنانی که گفتم در سه محاربه‌ای که در سیریز محاربه‌ای که به هم دیگر میکنند، رستم و سهراب شخصیت هر سیشان هم کشاده می شود و نهایت غم‌انگیز است، اشک‌آور است و بیهوده نمیگوید که رستم فردوسی که خب یکی داستان است پر آب چشم.
همی بچه را باز داند ستور، چی ماهی به دریا چی در دشت گور. نداند همه مردم از رنج و آز، یکی دشمن را ز فرزند باز. به دل گفت رستم که هرگز نهنگ، ندیدم که آید بدین سان به جنگ. در همین آفرینش داستان فردوسی قدرت داشت که سهراب را نکشد. در اون حالت البته خوب این ما نمیتوانیم پیشگویی کنیم، اما در اون حالت از فاجعه‌یت اثر خیلی کاسته میشد این یک، و اگر اون به مقصدش میرسید، اگر به مقصدش میرسید، در اون حالت به عقیده‌ای که فردوسی داشت در زمانش، این چیز خیلی معمول بود، مخالف میبرآمد و این چیز خودی فردوسی هم قبول کردن نمیتونست. میدونید در یک در همین شاهنامه است وقتی که درباره انوشیروان صحبت می شود، درباره انوشیروان عادل صحبت می شود، یک جایش است که یک دهقان از انوشیروان خواهش میکند که پسر من میگوید خیلی میخواد دانش آموزد و به اون اجازتی که در مدرسه و در خواند عالم شود. انوشیروان اجازت نمیدهد و این فردوسی نوشته است، میگوید که نه، و فردوسی نه حق میبرارد، میگوید که هر کس در طبقه خودش باید کار کند. اگر دهقان اگر همش عالم شود، اگر پس میگوید دنیا خراب میشود فلان. بنابر همین این عقیده زمان فردوسی بود. البته ما هر اثر را، هر اندیشه را خب به زمانش، موافق زمانش بها میدهیم. در زمانش همین گونه بود. بنابر همین در اون حالت فردوسی نمیتوانست با این چیز راضی شود، این کارا نمیکرد. دریغا که رنجم نیامد به سر، ندیدم در این هیچ روی پدر. کنون گر تو در آب ماهی شوی، و یا چون شب اندر سیاهی شوی، و یا چون ستاره شوی در سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدرکین من، چو بیند که خیشت است بالین من. وقتی که فردوسی سهراب را توصیف میکند، بسیار یک جوان پهلوانی تازه گویا به میدان می آید، بسیار عالی تاثیر میکند. و در جای دیگر وقتی که سیاوش را تاثیر میکند، همین گونه بسیار توانمند تاثیر میکند. ولی هر دو جوان پهلوان در نیمه راه میمیرند. اینجا هم به فکرم همین اندیشه که شما گفته که در همه جا رستم را پشتیبانی میکند و فردوسی، همین اندیشه غالب می آید. نه تنها مثلا سیاوش و سهراب قربان خب مبارزه شاهان برای تخت می شوند، برای از دست ندادن تخت. بله. هر دیگه هم همین خیل شد، حتی اسفندیار هم همین گونه است. بله، اسفندیار هم همین گونه است. بنابر همین یک نکته ای که خب بسیار در این داستان ها در زیر معنایش گفته است، همین است که شاهان بیدادگر یا اینکه شاهان کم خرد، بیخرد، خب بزرگترین قوه های عدالت و آزادی و استقلال خواه را از بین میبرن برای نگه داشتن خودشان، که متاسفانه بعضیشان مثل خب افراسیاب و بعضیشان مثل کاووس کم خرد و نادان هستند و به این راه نه تنها این جهان پهلوان ها را از بین میبرند، بلکه کشور خودشان هم نیز به خطر دچار میکنند. بنابر همین فردوسی پیام میرساند که شاه باید خردمند باشد، دوراندیش باشد، در برابر آنکه خب نژادش از شاهانی از کیانیان می آید، در برابر نژادش باید همین گونه عالی باشد، نه اینکه از نژادش پس رفته باشد. بنابر همین و جانبدار نژاد است، نژاد باید عالی باشد و این دوام دهنده خب این نژاد هم باید همین گونه باشد. پیام فردوسی همین گونه است.
و نمیگوید که مثلا نژاد که باشد اگر حتما و خردمند است. نه، نمیگوید خردمند باید باشی، عدالت باید کنی به مردم. بنابر همین است که شاهنامه تا این زمان در زبان مردم است و مورد محبت و دوستداری خواندن و خب از اون بهره برداشتن است. بله، و حتی ببینید چندین صد ساله سپری گردید ولی هنوز هم این اثر در مد نظر اولین درجه هست. یعنی که امروز هم برای پیدا نمودن محبت نسبت به خاک و بوم، وطنداری و جوانمردی این اثر بسیار سهم بزرگ دارد. ببینید در همین تاریخ ویمان، در تاریخ ادبیاتمان بارها مبارزه نهایت شدید بر ضد شاهنامه آغاز شده بود. از همون قریب که بعد از نوشته شدنش خیلی ها مثلا حتی شعرا ایراد میگرفتند به فردوسی، میگفتند که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوت است دیگر گفته بود فرخی. این فردوسی در نظر داشت و کسان دیگر هم همین گونه خوب بیت ها و شعرها دارند با ایراد به فردوسی. اما ببینید اونهایی که حق شناس هستند همیشه پایه فردوسی را در بلندترین زینه می شناختند. شما میدونید که البته اون دو بیت مشهوری که در نظم ستن پیامبرانند، هرچند که لانبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی سه نفره گفتن که بلندترین. انکو انوری که میگوید اینم فردوسی و انوری و سعدی بعد از فردوسی نامبر کردن در قصیده خوب انوری را. اما انوری میگوید که آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده، او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. از این بلندتر دیگر چی گفته می شود؟ ببینید و هر قدری که مبارزه کرده باشند بر ضد خب شاهنامه و فردوسی، همان قدر شهرتش، محبتش در بین مردم افزونتر می شد و امروز باعث نهایت سپاسگزاری و شکر است که پیشوای معظم ملت ما جناب عالی امام علی رحمان نشر کتاب فردوسی رو براموندن. تصمیم گرفتند که به هر خانواده تاجیک نسخه کتابی از شاهنامه اهدا کرده شود، زیرا نماد بهترین، اصیلترین وطنداری و آزادی و استقلال خواهی شاهنامه است. و اکنون تصور میکنید که هیچ وقت شاهنامه به این قدر تعداد بزرگ در بین مردم پهن نشده بود. آیا بعد از این یگان تاجیک پیدا خواهد شد که شاهنامه را چی بودنش نداند و فردوسی کی بودنش نشناسد و به او ارج نگذارد؟ دیگر این کار جاویدانه از بین رفت و در اون مقام عالیش فردوسی و شاهنامه با خردمندی این ابتکار جای خود را از نو پیدا کرد. سلامت باشید و ما نیز امید میکنیم که روی چاپ آمدن و تقسیم شدن همین کتاب بزرگ باز زمینه میگردد برای بیشتر بیدار شدن حسی وطنداری و وطنخواهی میان مردم ما. بیشتر. خب برای اونه که با ما صحبت بسیار زیبا و شنیدنی داشتید از شما منتدار هستیم و امید میکنیم که در صحبت‌های دیگر نیز با شما با دیگر متخصصان پیرامون دیگر داستان‌های کتاب به زوال فردوسی، داستان‌های شاهنامه صحبت داشته باشیم. بینندگان عزیز خاطررسان میکنیم که اینجا ما صحبت داشتیم پیرامون داستان رستم و سهراب با شاعری خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی عسکر حکیم. و البته در صحبت‌های بعدی نیز ما کوشش میکنیم پیرامون دیگر ابرزهای این اثر به زوال و شما معلومات داده باشیم. تا صحبت دیگر شاد بمانید.